استاد وقتی که رفیق عالم در اینجا دیرکتور مکتب بودن شما مدیر قسمی علمی بودید به فکرم ها؟ مارت سال 64 وقتی که در اینجا سلیم پور رایون بودن و رفیق عالم در اینجا دیرکتور شد ما جانشینیم شده کار کردیم از مارت سال 64 همه خیلی دیرکتور شد اون همچه دیرکتور وظیفه کرد ما جانشینی کار کردیم آمدیم این همین چقدر شماره خانوادگان چند وقت ما فکر کنم 65 کس 65 طلبه کم بود 12 معلم چقدر همینجا معلم بود 12 نفر معلم در همون سالی سال 52 53 163 کس بود 163 بعد بعد جا چی با من تمام میکرورایونای قشلاق‌ها از ابلکی سرکده به قلماوه گلزیندون بچنویلوی ارزنوها همش همینجا میموندن صنفای سر تمام که میکردن صنفای 14 همینجا چهار تمام کردیم همینجا قشلاق‌های پیشتر مکتب صنف افسر همش همینجا موندیم همین صنفی سر تمام میکردن اول در همین چی در همین گلزیندون انا مکتبی اولین مکتب حافظ به نام استالین بود گلزیندون همون صنف همینجا سال 48 مکتب میمونه که مکتب حافظ در جنات به نام استالین موندن تو سی 5 میخونه اینجا حالا که ما سی پنجم خوندگی پنجم چهارم در گلزیندون خوندیم معلم درسگی بود بعد پنجم وقتی که شدم جامعه بعد پنجم درسگی سیم سه در همونجا ما عالم بعد ما سال پنجم ما ارم رفتم بعد از مکتب بخشاخور رو هم رشته کردم با اینجا آوردم بعد آوازه کوشانم به اینجا آوردم من همینجا معلم رهبر موسیقی بودم به خاطر واسه در همین زل مکتب دو تار نواخوان در طبقه واسه دو تار در همین زل خبراتی میرزامرود نام با نام ده استالین بزرگ میخواند یک شعر بوده که را میخواند استالین کبیر ساخته میو دوری بی‌نظیر یادگاری کی دوری کان امر من مدیر علمی بودم اولا اینجا بعد ما که اینسپکتورم با اتیترو بعد خیلی نقص باید مناسب اصول کنیم چون رسیدید به شادی و نشستید به هم دل سودا زده زار مرا یاد کنید این روز دوستان و همکاران با مهر در خصوص شخصی سخن میکنند که میان ما نیست مرگ نابهنگام او را تابستان سال 1977 از میان دوستان ربوده بود هرچند از میان 16 سال گذشته باشد هم یاد او از دلها نرفته از دیده ها رفت اما در قلب ها سخت معوا گرفت